تا حالا شده وسط یه بحث جدی یا وقتی داری یه فیلم معمولی میبینی یا حتی وقتی فقط خسته‌ای یهو حس کنی چشمات پر از اشک شده؟ بعد همون لحظه از خودت عصبانی بشی و بگی باز شروع شد، چرا من اینقدر ضعیفم؟ خب بذار همین اول یه چیزی رو بهت بگم که شاید کل دیدگاهت رو نسبت به خودت عوض کنه. اگه تو از اون آدم‌هایی هستی که زود گریهشون میگیره، علم میگه تو چیزی داری که خیلی از آدم‌ها هرگز بهش دست پیدا نمی‌کنن. و نه، اون چیزی که فکر می‌کنی نیست. امروز می‌خوایم با هم منطق پشت این اشک‌ها رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم توی مغزت واقعاً چه خبره. انسان تنها گونه گریان. بیا از اینجا شروع کنیم. ما تنها موجودات روی زمین هستیم که اشک احساسی میریزیم. بقیه حیوان‌ها هم ممکنه برای تمیز شدن چشمشون اشک بریزن، اما فقط انسانه که وقتی دلش میشکنه یا وقتی خیلی خوشحاله سیستم بدنش فرمان تولید اشک میده. طبیعت بیدلیل کاری رو انجام نمیده. اگه گریه کردن یه نقص بود، توی تکامل ما حذف میشد. پس اگه زود گریت میگیره، به خاطر این نیست که تو شکننده هستی. به خاطر اینه که سیستم پردازش عاطفی تو دقیقاً داره همون کاری رو میکنه که براش طراحی شده. تو ضعیف نیستی، تو بیش فعال نیستی، تو فقط به شدت انسانی. چرا بعضی‌ها مستعدترن؟ تحلیل علمی. روانشناس‌ها 3 دلیل اصلی رو پیدا کردن که چرا بعضی از ماها اشکی‌تر هستیم. 1. پردازش عمیق عواطف. توی مغز تو بخش‌هایی مثل آمیگدال و قشر سینگولیت قدامی که مسئول مدیریت احساسات هستن، حساسیت بالاتری دارن. این یعنی تو تغییرات محیطی و عاطفی رو سریعتر از بقیه متوجه میشی، مثل یه سنسور خیلی دقیق که کوچکترین لرزش‌ها رو هم ثبت میکنه. این نقص نیست، این یک آگاهی عاطفی فوق‌العاده است. 2. سطح بالای همدلی یا امپاتی. تحقیقات نشون میده آدمایی که زود گریه میکنن همدلی بیشتری دارن. تو فقط احساسات رو نمیبینی، تو اونها رو جذب میکنی. وقتی یه فیلم میبینی یا وقتی کسی داره از دردش میگه، مغز تو مثل یه آینه عمل میکنه. تو داری تجربه اون آدم رو زندگی میکنی. این یعنی تو توانایی ساختن پل‌های عاطفی عمیقی رو داری که خیلی‌ها حسرتش رو میخورن. 3. سیستم عصبی پاسخگو. گریه کردن در واقع یک دکمه ریست بیولوژیک هست. وقتی سیستم عصبی پاراسمپاتیک تو فعال میشه، با اشک ریختن به بدن کمک میکنه تا سطح هورمون‌های استرس رو پایین بیاره. گریه کردن یعنی بدن تو داره کنترل رو دوباره به دست میگیره، نه اینکه کنترل رو از دست داده باشه. گریه، ابزار رهبران و خلاق‌ها. جامعه همیشه به ما گفته قوی باش، یعنی گریه نکن. اما روانشناسی مدرن میگه هوش عاطفی EQ فاکتور خیلی مهمتری برای موفقیت تا IQ. آدم‌هایی که راحت گریه می‌کنن معمولاً اصالت بیشتری دارن. اونها احساساتشون رو سرکوب نمی‌کنن، بلکه پردازششون می‌کنن. به همین خاطرم در دراز مدت تاباوری بالاتری دارن. بسیاری از رهبران بزرگ، هنرمندان و کسایی که دنیا رو تغییر دادن، آدم‌هایی بودن که عمیقاً حس می‌کردن. چون کسی که عمیق حس می‌کنه، عمیق هم اهمیت میده و عمیق هم عمل می‌کنه. دلایل فیزیکی که نباید ازشون غافل شد. البته همیشه هم بحث روانشناسی نیست. گاهی بدن داره بهت پیام میده. کم‌آبی بدن، کمخوابی، تغییرات هورمونی یا حتی فشار بیش از حد محیطی، اوور استیمولیشن میتونه باعث بشه سد اشک‌های تو زودتر بشکنه. این یعنی تو به استراحت و مراقبت بیشتری نیاز داری، نه به سرزنش کردن خودت. پس دفعه بعد که اشکت در اومد، به جای عذرخواهی یا قایم کردن صورتت، یادت باشه که این اشک‌ها نشون دهنده زنده بودن قلب توئه. نشونه اینه که تو هنوز با انسانیت در تماسی. دنیا به آدم‌های بیشتری نیاز داره که جرأت دارن حس کنن، نه آدم‌هایی که مثل ماشین سرد و بیروح باشن. حساس بودن تو ضعف نیست، ابرقدرت توئه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی، کانال رو سابسکرایب کن تا بقیه ویدیوها رو از دست ندی.